بفرمایید نادر خان، بفرمایید. این سفر دومه که من تو این گاراژ میام، یعنی تو یزد میام. شهر خوبیه. بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید. میبخشین جلو افتادیم. سلام علیکم میرزا. سلام مشهدی، بفرمایید. روز گذشته منتظرت بودیم. والا مسافر داشتم، صبر کردم تا زندون مرخص شن. میخواستن بیان داوود خانو ببینن. صحیح. ما رفیقای قدیم داوود. خوش آمدید. ببینم امیر این داوود خان کیه؟ سرورشه. داوود خان صاحب اختیار بنده. تمرک بابا، چرا قولم به سلم به حرف. داوود خان کلی از شما سخن گفته بود. کسی از آمدنتون کوچکترین اطلاعی ندید. بی خبر اومدم. با اینم آدم ما رو آوردی پیشش. با داوود کجاست؟ والا زبان بنده قاصر است. پیش بینی میکنم در منزلشون باشن. جون عمت با این پیش بینیت. شمس جون، حالا نمیام به هر شیرچه یاد میدم. آخه من قهرمان شیرچه رودخونه بودم. نه تو اگه بیای من جیغ میزنم. به کیسه به همین شاله با 1000 کلک آبجیمو فرستادم من خونه بیرون که عشق دل رو برسم. تو هم میخوای جیغ بزنی؟ اومدم. لنجا بده جون من بده مرد من بده بشش به من دیگه. اگه مردی خودت بیا بگیر. میدونی که نمیتونم بیام بیرون شمسی جون. آخه من مردم. اگه مردی و راست میگی بی بیرون نشون بده. نمیخوام نشون بدم. تو رو خدا اذیت نکن. بدش من. مرد باش. برو از ابرامگره یاد بگیر. به اون میگن مرد نه تو. جون خودت. به کی داری میگی؟ من خودم دیدم. اونو هنوز ختم نکردم. حالا چرا داری خودتو خوش میکنی؟ دیگه باید برم. الان 2 ساعته که اینجام. آبجیت که اومد بگو لباساشو آوردم. خب اقلم بذار یه موجت بکنم. باشه اما فقط یکی. فقط یک باشه. حاضر. آبجیمه. واش کجا برگم بده. اگه الان منو ببینه چی کار کنه؟ سب کن الان بهت میگم. بیا برو تو زیر زمین خودم شا. اومدم. سب کن دیگه. برو حالا گندش در میاد. اومدم. زود باش برو تو زیر زمین قایم شو تا من بیام. سلام. نگاش کن. این چه ریخت و قیافه پهلوون. کجا دیدمش؟ حیف نون منم عادل. عادل قرین دادن. آرد نالوتی خودشه. کوچی که دم عادل خون. بفرما تو. چی کار داشتی میکردی تارزان؟ والا تنها بودم داشتم آبتنی میکردم. بفرما. شنفتم زندون خیلی بهتون خوش گذشته. یعنی داشتم میگفت. نه اینکه داشت خیلی هم ملاقاتیم اومد. ببینم هنو دستبالت خوب نشده؟ نه هنو میلنگه. اما ابرامگری گفت خوب میشه. ابرامگره اگه حکیم بود سر خودشو دوا میکرد. ولی خب ماشالله گنده شدی. ابرامگری میگفت تا 3 سال دیگه وقت داری قد بکشی. خب پس یلی میشی. بینم داشت گو رفته بیرون. برو تو. چی شده؟ هیچی. یه گربه گنده دارم میترسم بیاد بیرون شما بترسی. بفرمایید تو اتاق بشینین. من میرم دنبال داشم تا شما یه سیگار دود کنی آب که من پیداش میشه. ببین اونی که با ما بخواد لا اولا که خودتی، بعدش هم یه چیزی بده اون گربه تنش کنه نچاب. چه ریختی دیدیش؟ با چشم بصیرت تارزان کشور گمنام. این دفرم خیلی کردیم.
نمره اولم بود. میدونی شمسی کار نیکو کردن از خوب کردن است. ایفا خاک عالم نکنه ما رو ببینی. سنگر بگیر پشت میگم که عسکری زودی شد. داری خطر رد شد. میدونی شمسی جون این دفعه باز یه جای دنج قرار بذاریم. عسکری ایفا خدا مرگم بده. غریبه نی صفا خانم، عادله. بفرمایید تو. سلام. سلام از ما. راستش تقصیر منه که از خریر فرستادم دنبال داغ. اختیار دارین، خونه خودتونه. تقصیر منه که بی هوا اومدم تو. خب بگذاریم 4 سال پیش هنوز استخون نترکونده بودی. اون وقتا یه دختر ترکه‌ای بودی. 16 سالت بود که من رفتم زندون. اما خب حالا ماشاءالله چشم کف پات بزرگتر شدی. ای والله. کی از زندون خلاص شدی؟ دیرو. داداشمو ندیدی؟ هنوز ندیدمش، از خریر فرستادم دنبالش. نمکه بردشو ریختتو ببرم. مگه کره کور جد آبادته. ای روزگار. هنوز تو خاطرمه. میدونی از بادک هوا کردن و از تیرای تو خیابون زنبور گرفتن هواشو داشتم تا تو گود زورخونه چرخیدن و سر پول عرقخوری دو مرافع را انداختم. شاخ شمشاد جد آبادته. ببینم هنوز سر و هیکلش میزون هست. باشه درست یادمه اینقدر قوی و توپر بود که پاری وقتا 1.5 ساعت صبحونه خوردنش طول میکشید. خودتو بگی. کله سهر پاشو میزش تو کله پسی سینه کش آفتاب میومد بیرون. تو جوانای اون موقع آقا داشت خیلی اسمی بود. با اینکه چند سال از من کوچیک‌تر بود اینقدر معرفت و لوتیگیری تو آستینش داشت که پاری وقتا به گنده تراش حتی به من چیز یاد میده. چقدر برم کلافم کرد. نمازش قضا میشد اما معرفتش یادش نمیرفت. صفا مثل که اومدم. تو صبر کن. آبجی صفا میخوام ناغافلی برم تو شکمش. حتما خیلی یکه میخوره. آخه 4 سال تمومه که ندیدمش. آبجی صفا چی میشه؟ داوود بوی آشنا میاد. خیلی وقت بود که این بو رو نشنفته بودم. خوش اومدی رفیق. خدا تو شکر. یعنی این همون آدمیه که من میشناختمش؟ خیلی وقته که با هم پای عرق نشستیم. بیا یه لبی تر بکنیم. تو برو تو اتاق، میخوام تنهایی باش حرف بزنم. به جا مسخری. اون بازوبند پهلوانی رو چی کارش کردی؟ همونی که وقتی بهت دادن
ناقار خونه 7 بازارچه اسم تو به عرش رسوند، بسته یه بازوته یا پول عرقت شده؟ پرت پلا نگو، گفتم بیا یه لبی تر بکنی. وی مست پاشو وایسا. مثل اینکه یادت رفته تو کی بودی و چی بودی. اگه شرمت نمیشه خودتو تو آینه نگاه کن، ببین حالا چی هستی. انگاری خیلی داری حرف میزنی ها. تو این بد مصبو، من 4 سال عمرم و واسه خاطر تو دادم. 4 سال شب و روزم و تو یه هلفتونی که فقط قاعده یه نفس کشیدن جداش هدر کردم، اونم واسه خاطر تو. خب رفیقم بودی. رفاقت تو شکر. تکون بخور. یادت اون موقعی که هیچکی جرأت نداشت این ریختی با تا کنه؟ اگه یکی هم پیدا میشد زخمی بهت میرسوند تا جوابشون نمیگرفت از دار دنیا نمیرفت؟ یادت میاد؟ زود خودتون نشون بده، نشون بده که هنوز یه جو مردونگی قاطی خونته. یالا تکون بخور. مسئله تو شکر. از اینجا برو مرد، از این شهر برو. میرم اما به موقعش. انتظاریت واکن. عادل. لوتی چیه؟ عادل. ای نا لوتی. یادم وقتی که میبردنت حبس، شل خالدار شونه بالا انداخت و گفت مرد تو بردن. اما من تو چشاش زل زدم و گفتم اون یه روز بر میگرده. اون بی معرفت خندید و گفت وقتی برگرده معلوم نیست دوباره جلد تو بشه. عاقلان دانم. اما من میدونستم تو فرقی نمی کنی. واسه همینم توی این مدت به پات نشستم، چش دوختم به دروازه این شهر تا بیای. نه نگار، تو اشتباه میکنی. من خیلی فرق. مرد وقتی درد بکشه جاش تو صورتش نمیمونه، دلش چین ور میداره. چی شده عادل؟ دلت خیلی گرفته، اتفاقی افتاده؟ داوود به روز سیاه نشسته. این که؟ آره، ولی نمیدون کار کیه. میخوای تو روش وایسی؟ میشناسیش؟ حرف بزن نگار، اون چیه؟ تیمور. تیمور؟ نشنفتم اسمشو. بعد از تو اومده و خاک ریخته رو شست همه.
رم دم دیریم ریم. آی پسر. بله قربان چیزی میل دارین؟ میخوام به اون خانومی که میرقصید بگی یه تکوا بیاری. لیلا خانم میگین؟ آره همونو میگم. بگو عادله برو. ببین خانش یادت نره. چشم قربان. لیلا خانم بفرمایید. قربون شما بفرمایید. سلام عادل. سلام به رو ماه نشستم. شنفتم خیلی بهتری. میدونستم امشب اینجا پیدات میشه. حتما رادیو شنفتی. نه نگار بهم گفت. دیدی چه خوشگل شده؟ تو هم خوشگل موندی ماشاءالله. غیر و غمزات هنوزم خریدار داره. آره عرقی یا آبت. تو خودت چی میخوری؟ من دوغ. آره چطور مگه؟ یعنی مشروب گذاشتی کنار؟ نه اما آدم وقتی عرق یکیو میبره خوبیت نداره خودش لب در کنه. منظورت چی؟ یواش یواش میفهم. مثل این که داری تنی میزنی ها؟ به خودت نگی. فدا. شنفتم فساد پاتوقش تو همین کافه است. من که نمیفهمم چی داری میگی؟ اشکالی نداره. از فردا شب یه دیلیماش با خودم میرم. خوشگل. دستتو بکش. مثل این که اوستا داری. چیه؟ از سر اون میز بلند شد. بگی بیشین. اون وقتا دل و جیگرت بهتر بود. من عادت ندارم یه حرف رو 2 دفعه بگم. اما این دفعه محض خاطر اون تازه وارد یه دفعه دیگه هم میگم. یه چیزی از این تازه وارد بشنو و گوشواره گوشت کن. ما وقتی که تو این کافه میپریدیم تو تیر انگشتی بازی میکردی خلال دندون. واسه این سخنرانیت باید بهت جایزه بدم. بگو یه دوغ دیگه واسه رفیقمون بیارم. یه خودم نمکش کمتر کنم. آقا خودش بار نمکه. راست میگه. امش هم همینو میگفت. داشتی عادلی غلام اقالب انداخت بی معرفت. مهمون نوازی احمد بهتر بود. اینم ازش یاد بگیر. قربون تو ول کن زلفشو. ای مرد بگو نامرد. باشه تا بعد. باشه تا بعد چی میشه بعد؟ چرا نذاشتی جوابشو بدم؟ شناس بود. خب دیگه برو به خودت برس. مثل این که جا خوردی نه؟ موده تر از اونو تو این کافه به خط واسوندم. این دفعه ملاحظه داوود کردم. هرچی باشه رفیق چندی سالشه. ولی داوود آبجیشو به تو نمیده. اینو میدونی؟ اگه شده زمینی زمون به هم دوخته بشه من اونو عقد میکنم. این پنبه رو از گوشات در بیار. به خیالش میمونی. وقتی که تو بند اندازونش داری دست گرفتی و دور چرخیدی اون وقت میفهمی که کی باز به خیالش بمونه. ولی من حتم دارم که داوود نمیذاره. اگه داوودی باشه. سلام داداش. سلام.
کی آزاد شدی؟ 2 روزه یه راننده کامیون من آورد تا کاروانسرا رسوندم. کاروانسرا؟ رو به رابو؟ نه همچین. مای تو خبر از کسب و کارت نداری؟ نه یه چند روزی سر نزدم. داشتم گرفتاریش زیاده. این روزا با موسیو کار میکنه. تو دیگه خفه شو. خیلی خوب کار میکنه. دست درد نکنه. میدونی چیه؟ آدم وقتی که یه دور زندگی شد توی یه هلفتونی با چند تا میله سرد و یه 4 دیواری نمدار اینهو قبرستونای عهد عتیق سر میکنه، قیمت خیلی چیزا دستش میاد. قیمت رفیق، دوستی، قیمت 4 تا کلم حرف مردونه که فقط دهنه یه مرد در میاد. اون وقتی که فقط یه چیز دل آدم و زنده نگه میداره، اونم دلخوشی دیدار اون رفیقای قدیمشه. آره اما غافل از این که اون دلخوشی ها، اون رفیقای قبل از هلفتونه دیگه حق قیمت افتادن، شدن یه مست بی سر پای خمار که نه راه پس دارن نه راه پیش. تو خیلی دیر اومدی یاده، اما حالا که اومدی خوش اومدی، به خونه خودت خوش اومدی. ولی یاد باشه چیزی که قیمت افتاد دیگه تو بازار جاش نه. خب دیگه پشت بریم کاروانسرا. آسخری تو باشدم دست آبجی برای نهار میاری؟ نه من که فکر نمیکنم اشتهایی داشته باشم. پیدا میکنی. وایس ما الان میاد. بریم. ای رفیق، خوش ندارم کسی به هم کلک بزنه. چطور مگه؟ احتیاجی نیست اینو با خودمون ببریم. یاد باشه احتیاجی من با حس بکنم نه تو. خب پا حس کن. به همین سادگی؟ از اینم ساده تر را بیفتریم. 75 پولشی دادن. 750,000 تومن قیمت کاروانسرا تا یال را بیفتریم. خیلی خوب. سلام عادل خانم. سلام پیرشی. دیگه چیه؟ یه دقیقه صبر کن، من یه طلب اینجا دارم بگیرم و بیام. اون بدبختیه که به تو بده کاره. الان میام.
صبح به صبح عرق نخورم نمیتونم برم سر کار. سلام سلام. اون ناشته ما رو بده. بخور بابا بخور. از صبح ساعت 8 میخورم تا ساعت 8 شب. بفرما. قربان است. خودتی به زمین قدر عرق امروزت همچی خورده بو میده. بجان پسر بجان. برشته بیا اینجا. دستار یخته بکش. میترسم پاکشه. چشم جا برسن. برو قفونو تحویل بگی برده بیار. چی شده؟ یارو اومده. یارو کیه؟ آده رفیق داوود اومده اینجا مثل آقا بالا سر داووده، داره همه چی رو وارسی میکنه. گفت مشنو روز باراشو خالی کنه تا داوود ببینه. داوود؟ یعنی اینقدر سر حاله؟ سر حال نی خماره اما حالیشه. کی حالیش کرده؟ همون رفیقش چارچشمی ها میپادش. ترس به دلت راه نده پسر. اونم مثل داوود خرابش میکنم. اون این حرفاش گذشته. این آسم و خراشی که من میبینم خراب بشونی. یادت دیشب دوغ میخورد؟ سیابازیشه. کات مهتر نسیم و باسیم. نه بابا خیلی کاراتون درسته. اینهو دفتر بنگاه خیرات میمونه. باران نیومده سر زام میره. تقریبا شباهتی به همین وضعیت که شما میگویید دارد. بنده حدس میزنم به چاپ است. درست حد زدی. سلام علیکم. سلام گردن کلفت محل. حالت چطور خلال دندون؟ پایدار باشی. میبخشی نادر خان که دیشب به جا نیاوردمتون. ای بیاخ مثلا بزرگ میشی یادت میره. میخواستم امروز بارا رو وارسی کنم که تو زدم با کارگرا رو نداشتم. آره تو بمیری. سید جعفر کارتون داره. بگو الان میام. باش. این سفیده دیگه چیه؟ قنداقه. واسه داوود خانه برده. عادت داره. ده این که باید شد که من امرو حوض کردم قنداق بخورم. بیا چای مال شما این قنداق از ماست. نوش جون. تو هم پشت مال خودتو بردار. میل ندارم. ترش کردی. از اون سگی هم هست. میگم کاش که به این قهوه چی تو میز بردین 2 پر خیارشور و یه خورده کالباس و ماست و خیارم پایین قنداق میذاشت. خودتی. برو تو. میخوای چیکار کنی؟ میخوام یه چیزی رو بهت ثابت کنم. نقلتو به کار منداز. تو آدم نیستی که اینجور چیزا رو نشناسی. من با اون چیزی که تو ازم گرفتی احتیاج دارم. اشتباه میکنی. تو اینجا میمونی تا صبح سهرم هیچی بهت نمیرسه، اما زنده میمونی. ولی من بدون اون میمیرم. اینو حس میکنم. من تنها نزاده. تنها نیستی. من میسپرم دست آقا. میخوام حرمت این محل زیر پرتو بگیره. میخوام یادت بندازه یه کسی اون بالا هست که سرنخ همه چی دستشه. آره تو امشب خودتی و خودت. اون به تو اراده میده که زنده بمونی. برو تو. برو. صبح میام سراغت. برو قطعی در بیا این یکی
بکشن تو فردا بخور شاید کلت رو در آوری. اسخر جان گم یک کاسم واسه میته بیار آخه گناه دارم. نه دیگه تموم شد. اینا رو آبجی گفته ببرم بدم خونه آجستن کلی پس. خیلی خب میتشون با هم. چه خبره؟ جشن تولد گرفتی؟ اینا رفیقا من. برین تو آبجی صفا آش پخته. تو کجا میری؟ خونه آجستن کلی پس. میخوام اینا رو بدم بخور. بابا جون باشه کاسته ها رو ندازیم مرده خورم. ابرام گره من الان میام. راستش دوتا نیت داشتم. یکی صدقه داداشم اون یکی چی؟ پا قدمی شما. میخواستم یاشم واسه خاطر شما بپسم. بعد فکر کردم هر دوتاش با هم باشه بهتره. ایوالا بابا دست دارم. نوش جونتون. ماشالله. یاد اون موقعی که 15-16 ساله بودی افتادم. خیلی شیطون بودی. گیسای شبق رنگ بلندی داشتی که تا کمرت می اومد. چشای درشت و سیاهی داشتی که تو سفیدی پوست چهرت رنگ و جلای قشنگی داشت. درست یادمه یه پرده قلمکار تو اتاقتون بود که عکس یه دختر بلند بالای باریکندام روش نقاشی شده بود. اون موقع خیلی منو دوست داشتی. همیشه می اومدی پیش من. پاری وقتا که به نقش رو پرده قلمکار نگاه می کردم به اون حسودیت می شد کردی. حالا چی؟ حالا دیگه خیلی فرق کردی صفا. حالا دیگه سرد نقش پرده قلمکار باز به تو حسودی کنه. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. قبول باشه. زنده باشی مرد. حاج حسن کله پز منتظرمونه. چی بهش سفارش دادی؟ 40 تا پاچه 60 زبون 80 تا چش. نوکرتم مرد. آی رضا باید بیا پای کارت دارم. تیمور خان کجاست؟ تو انباره خیلی وقتی که منتظرته. سبیتون بود. حرف دهنتو بفهم آمیرزا. تعارفش میکردی یک چایی با هم میخوردی. چی کارم داری؟ من امروز باز برم کرمون. چند روز دیگه برمیگردم. میخوام از یه بابت خیالم تخت باشه. میخوای چی کار بکنی؟ من کاری نبست بکنم. ریش و قیچی دست توه. خودت که خوب میدونی داوود از تو و الکل خیلی خوشش میاد. تو باز تا وقتی که من برمیگردم کاری کنی که هیچ راه پس و پیش نداشته باشه. ولی من ولی تو مکتب خونه است. از همین امشب باید بکشیش تو خونت. اما اون رفیقش بالا سرشه. صحبت خاطرخواهیه. اون به حرفت راه میاد. ولی من نمیتونم این کارو بکنم. خب پس جلو پلاستت جمع میکنی تا غروب از این شهر میذاری میری بیرون. فهمیدی؟ این نامردیه. که یه دفعه که حرف نامرد بود از دهنت در بیاد زبونتو از حلقت میکشم بیرون. خیلی خوب تیمور میکنم. باشه باریکلا برو ببینم.
مثل این که لیلا آره خودشه. اینجا چی کار میکنه؟ خیلی وقتی که با یه حال درست حسابی پیشیش نگاه نکردم. تو برو الان من میام. سلام حواس جمع باشه نپزنده. ما خودی هستیم. به اونا بگو که میخوان بپزنه. آخه بچه تازه راه افتاده بپاش. مثل که جناقشی کسی که دیگه پیش ما نیه یا اما این داره واموده دست فردار نیست. سراغ تو رو میگیره. خب چی بهش میگی؟ بهش میگم همین روزا میبرمت پیشش بشین یا حسابی باشه اختلاط بکنی. پس رو این حساب نیست که امشب وقتشه. آره خوب گفتی امشب میارمش پیشه. تو احمد آقا رو یه جوری اخونه بکش بیرون. اصلا بگو حسین آقا عطار سر خیابون با هم کار داری. که همینجاست ابراهیم کرده. همینه. پس چرا وایسادی؟ برو در بزن. دست از سر کچل من ورده. برو یکی دیگر رو پیدا کن. عجیب بی معرفت. ناسلامتی تو رفیق منی. آخه یه وقت میترسم بیاد بزنتم. برو جلوونیش با من. این خیال کردی من مدادم. بهت قول میدم یه موثر کم نشه. تو قول دادی یا یه وقت نذاری ترسی. دیگه داری کارف منو در بیاری یا میگم خدنت نکردن. نه همین الان که بزن تو نگفتم که بزن. اون کله که مو نداره میخوریش. از کاری مثل این که نیستم بی بره. چقدر بی بخاری. برو بزن میگم. نه میزن. چی کار داری؟ سلام محمد آقا. اگه منو میخوای باید به هم ثابت کنیم. میدونی لیلا بعد از ننم که یه رو تنگ غروب عمرش داد به بچه هاش من دست پختی به خوشمزگی تو نخوردم. بی هند. دوست دارم سلامتی من بخوری. گفتم که من عرق نمیخورم ببر از سر جاش. مثل که منو دوست نداری ها؟ تو رو دوست دارم سلامتیتم میخوام چه دخلی به عرق داره. دیگه ناز نکن دیگه. یعنی از دست منم نمیخوری؟ وقتی میگم نمیخورم دیگه اصرار نکن مصب شاج. چه اداها؟ مثل که دفعه اولشه. از وقتی که قول دادم دفعه اولمه. قول دادی؟ به کی قول دادی؟ به خدا. آدم با خودش نباس نارو بزنه. بی خودی تاقچه بالا نذار. یه ساعت دیگه پشیمون میشه میزنی زیر قولت. اینم واسه اینکه خیالت راحت باشه. براوو. خوشم اومد. از حق نگذاریم. خوشم اومد. تو اینجا چیکار میکنی؟ خوشم اومد داداش. خیلی خوشم اومد. معلوم هست اینجا چه خبره؟ آره عرق گوشتی جلو ناشه. با ای والا با ای والا. ما رو بگو که رو تا حساب بکردیم. داوده یاد بگه سلامتی. جاتون انداختم. زحمت کشیدی؟ اختیار داری. زحمتی نداشت. چرا صفا؟ من تو رو تو این خونه خیلی اذیت میکنم.
راضی به زحمتت نیستم. وا راضی نیستی؟ نه یعنی گوش کن صفا، میخوام راحت تر با من حرف بزنی. مهمون بازی و تعارف رو بذاری کنار. ایوا شما این که دارین تعارف میکنی؟ نه مطلب چیز دیگه ایه. یعنی لپ و پوست کنده بگم. داداشم اینا. آره از که اومدم. سلام رئیس. علیک سلام نایب رئیس. اصغری شیری یا روبا؟ جاسوست خید کاش رئیس، خودش لودا. شرکتش با موتیو به هم خورده. خب دیگه برو شام تو گذاشتم توی ایوون، سفره هنوز پهنه. خب ما میریم بخستیم، زد زیاد. بجم دوست فرف، بجم چه خید کردی. صفا. بله. داوودو بگو بیا تو اتاق، میخوام باش حرف بزنم. چشم. یالا. سلام علیکم. سلام. یا حق. کارم داشتین؟ آره یکی دورو بود میخواستم باهات حرف بزنم، اما حال روز درستی نداشتی. امشب فکر کنم بتونیم با هم چند کلم اختلاط کنیم. دورو برای چی؟ بایزه صحبت یه نفره، یعنی 2 نفر. میشنفم بگو. تنها نباس بشنفی، باز همت کنی. تو حرفتو بزن. میدونی چیه داوود؟ من میخوام زن بگیرم. چی؟ زن بگیری؟ مگه حرف بیرایی زدی؟ دلمو روشن کردی مرد. چیه این دختر شاه پریون؟ اینی که انقدر تاسش خوش نشسته کیه؟ چی بگم؟ چه جوری اونی که تو دلمه به زبون بیارم؟ نقش صورتشو تو هیچ پرده قلمکاری ندیدی. لبش لب، گیساش عین شبق، چشاش مثل آسمون شب 14. واخ چی بگم؟ وقتی نگاه میکنه یه چیزی مثل حرم گرما و عین اون نیلوفر دور آدم میپیچه و بالا میره. وقتی شرمش میاد نگاه کنه دل و روح آدم عین کفتر بچه‌ای که بالشو بسته باشن پر پر میزنه. ولیش کیه؟ بزرگش کیه؟ اجازش دست داششه. داشش لوتیه؟ آره یه وقتی لوتی بوده، اما حالا یه هندل میخواد. پس غمت نباشه مرد، یه هندل که مطلبی نیست. نصف العمرم کردی. لواکوم اسم دختره رو بگو تا تو یه چشم هم زدن دستش بذارم تو دستت عین قرقی. اسمش صفاست. صفا داری سیامون میکنه؟ نه تو نمیری، این یکی و دیگه دارم از ته دلم میگم. مبارکه.
واسه تو بردم. شیرینی آبچی مونه. بخور. مجلس تموم شد. چرا نمیری بخوابی؟ میگم که حالا دیگه شدیم 2 تا. نه اسخری شدیم 4 تا. عادل حالا دیگه دامادمونه. همون دست آبچی رو میگیره میره. اون وقت فقط من و تو میمونی. حالا دیگه غیر از شوهرم همه برام نامحرمن، حتی داداشم اینا. من هیچ وقت یاد ندارم کسی ترا خشکم کرده باشه. همیشه رو هر زیر اندازی سر گذاشتم، زندگیمو باری به هر جهت گذروندم. اما حالا یه حال غریبی تو تنم اومده، یه حال شیرینی که مال زمان بچگی هست. من حس میکنم دلم خیلی جوان شده صفا. مادرم میگفت آدم فقط با جفتش بیاد سپیده یه روز بعدو ببینه. امشب یه دفعه یاد حرف اون افتادم. دلم خواست وقتی بازوات زیر سر منه، وقتی مرد زندگیم پیشمه، طلوع آفتاب فردا رو ببینم. شب بخیر عادل. صفا خیلی زود وقتش میرسه. شبی که پاتو گذاشتی تو خونه من و چراغ خونم و چراغ کردی، پام که برسه تهرون یه خونه‌ای برات درست میکنم که لیاقت خانومشو داشته باشه. یه هجله‌ای واسط میسازم که ماه میونه آسمون حسودی تو بکنه. من فقط خودتو میخوام عادل. برام فرقی نمیکنه کجا. میخوام پیشت باشم. چش هم بزنی برمیگردم میبرم. ایشالله. خب دیگه ما راهی شدیم. زود برگردی ها، من اینجا چشم براتم. تا کارام جوشه اومدم سر برگردونی پیشتم. ما رو حلقه به گوش خودت کردی. اسخری بیا کارت دارم. اومدم یه دفعه دیگه حتما میزنم. نه خوب یه گونگشکی جا خالی میده. باز برم یه گونگشک دیگه پیدا کنم. دارین میرین؟ آره گوش کن چی بهت میگم. میخوام یه بابت خیالم راحت کنی. زن عقدی من تو این خونه هست. میخوام اونو دست تو بسپرم. خیال تو راحت باشه عادل خان. آخ داداشم مواظبشه. گفتم من اونو دست تو میسپرم. میخوام تو مواظبش باشی. صبر کن رئیس. بگو نایب رئیس. بابا کنه اسخری برو سر بازید. نمیخوام با دل ناگرونی پات خونه من بذاری بیرون. وقتی اسخری بهت میگه داشتم مواظبه یعنی دیگه هیچ حرفی توش نیست. این یادت باشه. یادم تو رو فراموش. خدا نگهدار. به پا علاوه موسیو به تنت نخوره. ای صبر کن. صداتم که کلوف شده. بنال چته؟ یادم همیشه تو عادت داشتی همه چی رو امتحان کنی. ما نه؟ خب امتحان کن. واسه من هیچ توفیری نره. چی کار میخواییم بکنیم؟ امتحان نهایی صفا جون. تو به پا کنار بزمینم چشه. بی پیر بی هوا داشتیم. سلام علیکم داوود خان. سلام دایی پیرشی. داوود خان بجنبین. خواهشمندم تیمور دارد شر و شور درست میکند. مایک چی شده؟ بنده زبانم قاصر است از من نپرسین ولی خون جلوی چشماشو گرفته. بدبختای بیارسه. بچه‌ای که به من خبر بدی و مجلس رو به هم بزنی ساختوش دومات میشی ها؟ ها؟
آخه چطوری؟ نمون دهنتو دیوا خور باشنم تا کی میشه؟ ای تیمور چی شده پهلوون؟ بس اینکه جومت خورده به صابون زنوستا هوار میکشی؟ یه چیزایی شنفتم. چی؟ اینا میگن تا آبجی تو عقد عادل کردی. خوش کردم خودت بهشون بگی که چو انداختم. کسی چو انداخته؟ پراس راسته که تو آبجیت شوهر دادی. اگه خلاف شهر کردم دایم از اون تو کی طالب خود جرأت دادی که دور بر هر چیزی لوا کنی یا حرف بزنی؟ تو میدونی که خاطرشو میخواستی. ببن اون دهنتو. اگه دست شد بلند نمی کنم واسه اینی که تو برام کار میکنی و نمک سفره‌مو میخوری. همتون گوش کنین. بریم به تمام بنی آدمای این ولایت بگین داوود آبجیش داد به رفیقش، به یه مرد. یه چیزی یادت رفت. بهشون بگو که تو زیر قولت زدی. بگو که دیگه حرفت حرف نی. اون وقت حال روز درست حسابی نداشتم، عقلم جرد بود، اما حالا مخم درست کار میکنه. واسه این مردم هنوز نرخ قور من از قسم تو بیشتره. این یادت باشه جایی که شطور نرم میکنن شیپیش باشه هوا نمیکنه. تو باز خیلی پرت من نمیشکنم. بذار پیسه لبهامو بر تو بشکنم. قیرم عقلم حیرونه. اگه قلب و یکی باشه محبت آسونه. چقدر حوصله داره. جون عباسی بی بشکن. جون رضا سیگی بشکن. جون مشتی محمد بشکن. جون احمد دکر بشکن. من نمیشکنم. بشکن. تو بر لب میرسونه. قرم فراوونه. عقلم حیرونه. اگه قلب و یکی باشه محبت آسونه. از امشب قسمت ما درد سره. چه اتفاقی افتاده؟ برج زهرمار پیدا شده. باید برم سر میزش.
تو دیگه چرا سیگر ما تو همه؟ هیچی، تو خودم. به بابا ول کن تو هم. زندگی رو واسه خود جهنم کردی که چی؟ دلت خوشه. خب زنگ گرفت که گرفت، مگه خودت رضایت ندیدی؟ چرا؟ ولی داغش به دلم مونده. نه این حرفا رو بریز دور جیگر. پشت سر رفته اشک نمیریزن، آب میپاچن. امشب میخوام رو شماش کنم. میخوام از هم دلچرکی نباشه. میخوام به سلامتی آبجیش بخورم بر کدرش در آقا. ای والا رنگ عوض کردی تیمور. خوش اومدی داوود خان. تیمور میخواد رو تو ماچ کنه. بمود قسم داوود، از زور تالا فکریم. حساب کردم تو دور زمانه‌ای که آدم واسه یه شب میخوام رو شماش کنم. میخوام از هم دلچرکی نباشه. میخوام به سلامتی آبجیش بخورم بر کدرش در آقا. ای والا رنگ عوض کردی تیمور. خوش اومدی داوود خان. تیمور میخواد رو تو ماچ کنه. بمود قسم داوود، از زور تالا فکریم. حساب کردم تو دور زمانه‌ای که آدم واسه یه پاپاسی گیر میکنه 4 روز عقب میفته. از دست دادن یه رفیق خیلی گرون تمام میشه. اونم رفیقی مثل تو. بعد میگم لیلا نه دیگه بند نمیباری؟ من که گفتم امروز پرت رفتم، تو هم که اومدی معرکه ما رو به هم زدی. حالام که دور همی. بیا بخور. درسته که یه روزی خاطر آبجی تو میخواستم، اما حالا دیگه اون جای آبجیمه. میخورم به سلامتی اونو دومادت. بخور بخور به سلامتی. قبول نیست، شماها فول کردی. حالا من میکارم یه پنالتی بزنم. بذار شوت کنم. سلام ابرام گره. بازم گفتی گره بزن، من کچلم. باشه از این دفعه میگم یه ابرام کچل. خوبه؟ آره حالا بیا بازی کنیم. نه من بازی نمی کنم. چرا؟ داداشم گفته من و تو دیگه مرد شدیم. میدونی میخواد واسم زن بگیره. خوبه نه؟ خوبه. ختنم هم کردن خیالم رایته. حالت چطوره اصغری؟ سلام. برو دنبال کار دارم. برو بینم. کله رو باش. کجا میری وقتش؟ میرم دنبال آقا داداشم. جون من. آبجی میترسید گفت برم دنبالش. خب حق داره. اگه تو کافه نباشه حتما خونه لیلاست. و میدونی اونجا چه خبره؟ گروسیه نه؟ نه خره ایش و نوشه. برو بیارش آبجی تنهاست. برو ببینم. به این چه آبجی من تنها. خداحافظ یه برام گره. بازم گفتی گره، من کچلم. جون تو یادم رفت که نباید بگم یه برام گره. حتما از این دفعه میگم یه برام کچل. حالا بابا دست از سر کچلش فر داره. چی با جمع کنیم بساطتون این وقت شب. مگه شما خونه زندگی نداریم؟ برو ببینم بچه. کلا کوچه رو خریده؟ اصلا بچه پر روی یا تو روی من وامیسه. میگفتین؟ شما که میدونید من خیلی خاطرتونه میخوام.
جونتا. نه شب زدی زیر دستم و گفتی نمیخورم. قول دادم دیگه لب به دعوا نزنم، ولی قولتو شکستی. من میدونستم که توبه گرگ مرگی، اما تو غضب کردی و زدی بیرون. امشب تومانی 700 نار با اون شب فرق داره. میدونی لیلا، جمعه بعد عید واسه گلم منار خوبه. من اگه امشب نخورم پاکی بخورم. حالا که صفا عروس شده، حالا که صفا ملوس شده، حالا که رخت سفید تنش کرده و نور پاشیده تو در آغدادشش، قول که خوبه. اگه تیغه دیفال چینم بود میشوندمش. سلامتی هرچی تازه عروسه. بیا تو بغلم که دلم هوا تو کرده. بیا سیمین بدن. ایگار استی رو خاموش کن که بیشتر نسوزی. اخلا کرده عین کوره آهک پدید داغ. در میزنن. آره مثل این که به این میگن سر خراب بعد نصف شب. پاشو برو به این کیه. سلام. چیه؟ چی میخوای اسخری؟ داداشم اینجاست؟ بشکنه من نمیشکنم. بشکن برای کاشیا، بشکن برای خوشگلا، بشکن تو بشکنت با بشکن برای همدونیا، بشکن اینجا تهرونه. بشکن داداش اینجا که یزده. تو شهر اینجور حکایت شده پس خب حالا که اینجور حکایت شده پس بشکن. برای شیرازه یا بشکن قرور. در چرا وازه؟ من بسته بودم. ببین باز دروغ گفتی یا جون داداش بسته بودم. جون عمه؟ ببین داوودی عمه ای نداشتیم ما. بله خب پس خاله. خالم؟ باشه من خالمو دوست ندارم. بیشتن من نمیشتنم. ساکت باشه آبجی بیدار میشه. ممکنه تازه خوابیده باشه. سکوت کن بسر.
کاسه قلبو میشکنم بشکن 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 صفا چرا برگشتی مرد؟ این خونه چرا انقدر فرق کرده؟ روزگار بدجوری رفیق، با پاری آدم ها خوب تا میکنه، به بعضی ها قد یه ارزنم معرفت نشون نمیده. صفا کجاست؟ چرا حرف نمیزنی؟ یه چیزی بگو. نمیتونم عادل، نمیتونم. لب به جنبون داوود، زن من چش شده؟
اگه آبجی منو میگی خودشو کش. زیاد نمیمونه. پاشو بریم عادل، پاشو بریم. اینجا واس چی اومدی؟ دنبال تو میگشتم، شنیدم که برگشتی. آره ولی کاش بر نمیگشتم. میگن خدا خوبا رو گلچین میکنه. درسته، واسه همینم از میون این جماعتی که بو نامی دادن و نامردی و نالوتیگی از 7 بندشون پیداست رو پس زد و رفت. ولی فکر نمی کردم اینقدر زود تنها بشم و دوره ورم و خاک بگیره. دلم خیلی گرفته نگاه، سینم شده عینه‌هو سینه این قبرستون. انگار 1000 غم جور و جور توش چال کردم. میخوای بری تهرون؟ آره، اما اول باید یه سر به داوود بزنم. عادل چیه؟ منم با خودت ببر، من دیگه نمیتونم تو این شهر بمونم. چای آقا چای. چشم این مال سرور خودم. سلام. کجا پهلوون؟ دنبال عادل خان میگردم، گفتم شاید اومده باشه قربسون. آره الان سر قبر آبجیته، اومده یه توف مندازه روشو بره. واسه چی؟ ده خودتو به کوچه علی شب نزن عسقری، همه میدونه آبجی خودشو واسه چی کاشت. تو رو خدا نگی، به گوش عادل خان میرسه. برو به عادل خان بگو کلاشو بذاره بالاتر. میدونی واسه چی؟ واسه این که زنش خراب بود، یه هر جایی بود. اگه بابا تو میشناسی و شیری که خوردی از سینه مادرت، یه دفعه دیگه حرفایی که زدی واسه من بگو. من چیزی نگفتم. چرا؟ تو یه چیزی گفتی. یالا نفا کن. من گفتم. چی گفتی؟ گفتم یه دختر نجیب بی خودی خودشو نمیکشه، حتما علت. لب تو بند. که یه دفعه دیگه لبت دوره برای این چیزا وا شد، سنگ قبرت نوشته. عادل خان فضولیه، اما باهاست بهتون بگم شما نمیتونین دهنه یه شهر رو ببندین. میتونین. سر جاده منتظرتم، یک کرایه بگیر و بیا. اینا دروغ میگن عادل خان، آبجی مثل یه گل پاک بود. داوود کجاست؟ بخور تا بیهوش بشی. بلند شو از اینجا بریم بیرون. خجالت داره نگاه به چه حال روزی افتادی؟ دخل به تو نداره عادل.
برو پی کار. شرم کن، واسه همه روسیاهی هم و واسه تو یکی مرگه. واسه 4 چیکه عرق خودتو سکه یه پول کردی، شده شوخیگره اینو. شالله پشت بریم نامون. دست درد نکنم رفیق، جلو ملت خوب جمعی تنم کردی. این تو بوده که من از سکه یه پول کردی. وقتی که اومدی تا من بد نشست. دیگه چی میخوای؟ من به راه تو بیان نیستم عادل. تا اون ور جوق منم این ور جوق. دیگه حرفی از رفاقت نیار، چون واسه من یکی قاعده یه پاپاسی ارزش نره. ولی من نمیذارم. ای مرد، بگو نامرد. یه دوره تو خونه مرد خوردی و خوابیدی، حالا داره بیرونت میکنه. خب چرا نمیری؟ راست میگه. اگه خیلی هم اصرار داری تو این شهر بمونی، من میتونم آدرس یزما بهترون رو بهت بدم. بده اون دستت. مای بهت نگفته بودم نه یا اصغری؟ حالا راستی داری میری؟ آره اصغری، باید برم. تا چند دقیقه دیگه یه سوار اینجا نگه میداره. اون شاید لوتی ترین آدم شهر شماست. با اون میرم. اما یه چیزی یادت رفت. چی؟ داداشم اون هیچکیو نداره. اگه بری او همه میره. نه اصغری، دیگه همه چی تموم شده. من دیگه جام تو این شهر نیست. نمیتونم پیش شما باشم. خوش دارم اسمی هم اصلا برده نشه. آره، من از اولش هم بی خودی اومدم. کاش که نمیرفتی تهرون. نه، کاش که اصلا از زندون خلاص نمیشدم. میدونی چی اصغری؟ آدم وقتی تو زندونه با اینکه همه چیشو ازش گرفتن، خیالش یه بابت قرصه. میدونه که بهش کلک نمیزنن. میدونه اونی که واسش نوشته شده همونه. اگه بهش ابد دادن، خیالش راحته که یه روز صبح سر نمیان عقبش ببرنش پای چوبه دار و آویزونش کنن. اما این بیرون خبرهای دیگه است. هیچکی نمیدونه چی واسش رقم زدن. راه میریم، حرف میزنیم، میگیم، میخندیم، خاطر خواه میشیم. اما همچی که خوب نگاه میکنیم میبینیم پاری وقتا عین همون جنازه‌ای هستیم که گله دار آویزونش کردن. آره اصغری، من بی خودی از زندون خلاص شدم. بیا دیگه. خب دیگه باز رفت. مواظب دعاشت باش اصغری. خدا نگهدار.
کجا بودی؟ خوابیده بودم تو زیر زمین. شام خوردی؟ من دیگه نمیتونم تو کوچه برم. مردم یه چیزایی میگن. چی میگن؟ میگن آبجی خودشو کشت. راست میگن اسخر، راست میگن. آخه یه چیزایی دیگه میگن داداش. میگن آبجی صفا نانجیب بود. میگن خودشو کشت که بدنام نشه. کیا میگن؟ همین آدم های تو گذر. من کمشونو نمیشناسم. یکیشونو بگو. همونی که میشناسی. یکیشون تیمور. اینم از عطرای پنبه. هرچی هست و نیست راهی کرمون میشه. این کار توی قاسم. فردا بار میزنی و دمدمای زور راه میفتی. تیمور خان حرف ما جسارته، اما انگاری داری پرت میری. مقصود این لنگه ها هم شمارش هم مقدارش تو بارنامه است. تو دفترم وارد شده، نمیتونیم بفروشیمه. باز که حالا وقتی که لب تکوندی هیکل. منظورش اینه که اجازه نومچه‌شو نداریم. تو دیگه لازم نیست من بری. اجازه نومچه همه اینا اینجاست، تو جیب بغلم، درست پهلوی دلم. این ریختی هم صدای تالاب طلوپ قلبم رو میشنفم، هم صدای جیرینگ جیرینگ پولای این لنکه بارا رو. ای پلفون، اگه اون قلب از کار افتاد چی؟ لا افتادی داود. از آن که در اومدی پیرن سفید تنته. خب اشکالی نمیکنه. آدم یا بختش سیاست یا جومش. که این تو میدونی که ازت خیلی صنعت دارم. بهتره که همه چی رو واگذار کنی از شهر بری، و الا میندازم زندون و با اون سابقه ای که از آبجید داری هیچ بنی آدمی هم ملاقاتت نمیام. لب بکش. اگه یه دفعه دیگه با اون زبون کثیفت اسم اونو بدنام کنی رسوای شهرت میکنم. این حرف من نیست، حرف شهره. من در دروازه این شهر رو میبندم اگه کسی بیرا بگه. در دروازه رو شاید، اما دهن مردم رو چی؟ شب بری راست بیای نانجیبی آبجید از 7 سوراخ به گوشت میرسه. فردا کارون سرا رو واگذار میکنی و میزنی به چاک. این حرف آخر منه. برای بچه ها. چی شده؟ منم کازم. چی بردن تا بردن؟ چرا حرف نمیزنی داوود؟ راحتم بذار، هیچی نگوزم. کی بود؟ تیمور، گفتم که اینجا نیومدی. اون دوباره برمیگرده. واسه چی؟
مگه دیگه با تو چی کار داری؟ روی خودم گفت که اگه همه چی رو بهش واگذار نکنم میندازنم زندون. میندازنت زندون؟ آره ازم سند داره. ازم کلی امضا گرفته ولی خوابشو میبینه. هنوز یه جو مردونگی تو ما هست. بیفایده است. تو با این حال روزت نمیتونی جلوش وایسی. راست میگی. ولی من این ریختی باشون طرف نمیشم. خودمو میسازم. تو باس بهم کمک کنی. چطوری؟ میخوام منو ببری یه گوشه ای که فقط خودم باشم. وقتی که بر میگردم مرد میخوام که جلودارم باشه. اونجا کجاست؟ ها؟ زود باش تونتر. سلام. کسی که نیدت. نه اینجا چرا این ریختیه؟ آدم میترسه. خراب است دیگه. ترس نداره. خب ببینم همش آوردی؟ فقط هرچی داشتم سبزی خوردم گیر. خیلی خوب عیبی نداره بدش به من. نه بذار خودم بیارم. خودم میخوام داداشم رو ببینم. نه اصغری تو نباید بیای پیش داوود. چرا؟ گوش کن اصغری میخوام یه کار بزرگی واسه داداشت بکنی. تو باید بری تهرون. من؟ واسه چی؟ باید عادل رو خبر کنی. بهش میگی میخوان داوودو بندازن زندون. میخوان تمام زندگیشو ازش بگیرن. اگه عادل خان بیاد آقا داداشم نمیافته زندون. اگه اون بیاد نه. من که بلد نیستم چه جوری برم تهرون. خیلی خوب همین الان میری کاروانسرا. مش نوروز بار زده میخواد بره تهرون. با اون برو بگو ببرتت پیش عادل. باشه همین الان نمیرم. اما تو مواظب آقا داداش باشه. خیالت راحت باشه اصغری مواظبشم. برو دیگه. خدا حافظ. اصغر کوشش فرستادمش رفت. ترسیدم دیده باشنش. از تیمور چه خبر؟ اصغری چیزی نگفت؟ نه حرفی نزد. میدونی لیلا زیر این تاق تاریک تو این دخمه ای که بوی مرگ میده همه چی واسه من روشنه. من خوب میبینم تا چند روز دیگه که تو روی اون نامرده وایستادم همشون میرن و اسم زن رو خودشون میذارن. اما اونا تو رو از بین میبرن داوود. اشتباه میکنی. آقام علی با منه. اونا که کمکم میکنه. این دیگه واسه کیه؟ واسه تو. مگه عرق نمیخوری؟
3 روزه که دارم خاک این دخمه رو چنگ میزنم تا بتونم ولش کنم. میدونی واسه چی؟ واسه اینکه این رشم ها بره، واسه اینکه بتونم این روز اولم بشم، واسه اینکه بتونم حقم از اون نامد. خان کجاست؟ اون بالاست، همون میز جلویی. بیا بریم از خرید. اون بالاست. چه بخوره اینجا. روشن خان بفرما سر میز ما. قربون شما. نه بیا. الان مهمون دارم. بیا حتما. شب جمعه دیگه. حتما میام خدمت. سلام عادل خان. سلام، شما کجا؟ اینجا کجا؟ بشینین. با اجازه. خب چه خبر شده مشتی؟ خیره؟ نمیدونم والا، کاش خیر بود. چطور؟ عسقری اصرار داشت بیاد تهران. حالیم نکرد چه اتفاقی افتاده. منم آوردمش پیشت. آخه تنهایی که نمیتونستم بیام.
8 نوروز به خودت برس. خب چی شده اصغری؟ ما به تو احتیاج داریم. لیلا گفت حتما باید عادل خانو با خودت بیاری. باز چی؟ تیمور میخواد همه چی رو از داداشم بگیره. اونم میخواد باهاشون در بیفته. تو باید برگردی. نه بذار آقا داشت یه کاری بکنه تا اقلا باقی عمرشو جلوی لوتی جماعت سرش دولا نباشه. مهمون داری؟ سلام. نه خودمونیه. سلام اصغری، چه خبر؟ ولی تو میدونی که اون کشته میشه. قضیه چی عادی؟ چیزی نی. ببین اصغری، اینا همش فکر و خیاله. کسی کشته نمیشه. منم نمیتونم دیگه پامو تو اون شهر بذارم. اگه بگم 100 صندوقچه گنج اونجا خوابیده که قفلشو به اسم من بستم، بازم حرفم همینه. واسه این که یه مرد پاشو جایی نمیذاره که روسیا باشه. خب دیگه مشتی، اصغری رو ببر خونه ما، جاتو بنداز تو ایوون خونکه. اگه من دیر کردم بخواب. بریم نگاه. بریم. فعلا خداحافظ. خداحافظ. سلام. تو هنو بیداری؟ آره، داشتم نگاه میکردم. نگاه به چی؟ به ستاره های آسمون. خیلی قشنگن نه؟ آره قشنگن. میگن هر کی بمیره میره تو آسمون. نه، هر کی بمیره چالش میکنم. اما روحش که میره تو آسمون. آب که صفا حالا تو آسمونه. قاطی اون ستاره های قشنگ چنبالاست. نه اصغری، ستاره چیز خیلی پاکیه. همیشه اون بالاست و دست هیچ بنی آدمی بهش نمیرسه. صفام دست هیچ کی بهش نرسیده بود. پس اونم مثل ستاره هاست. میدونی عادل خان، تو شهر ما خیلی هم میخواستن، فقط یه دفعه شده صورت اونو ببینن. یادم تیمور 2-3 دفعه میگفت منو میبره مشهد و پامو خوب میکنه، به شرطی که من یه کاری بکنم اون آبجی صفا رو ببینه و باش حرف بزنه. چرا؟ آخه تیمور خیلی وقت بود که صفا رو میخواد. داداش داوودم قولشو بهش داده بود. داوود؟ آخه تو اون موقع هنو نیومده بودی. ببینم اصغری، اون شبی که صفا خودشو کشت تو خونه بودی؟ آره، من و اون تنها بودیم. اون دلش واسه دوتا شور میزد. به من گفت برم دنبالش. خب تو چی؟ تنهاش گذاشتی؟ آره، همون نمیخواستم این کارو بکنم. بهش گفتم که عادل خان تو رو دست من سپرده. اون قبول نکرد. میگفت عادل اینطوری بیشتر راضی میشه. برو داداشو پیدا کن. بیرون که رفتم تیمورم همینو گفت. تیمور؟ اون دیگه کجا بود؟ تو کوچه. ابرامگری داشت با بچه ها بازی میکرد که اون اومد. وقتی فهمید صفا تنهاست گفت باز برید داداشتو پیدا کنی. گفت داداشم کافه هست. همونجا نم رفتم دنبالش خونه لیلا. دوباره بهش عرق داده بودم. تیمور اون در خونه شما چی کار داشته؟ خب حتما داشته رد می شده. خیلی چیزا دستگیرم شد اصغری. صفا خودشو نکشته.
بالاخره خودتو به کشتن میدی. این مثل روز واسه من روشنه. آخه چرا اینقدر یه دنده شدی؟ اونا از تو قوی ترن. چند تان؟ اینا میدونم. داوود، اون خدا نشناسا اگه مجبور بشن تن به هر کاری میدن. اونا از من سند دارن. 100 رقم ازم نوشته گرفتن. میتونن همه چیزمو ازم بگیرن، یا اگه بخوان میتونن بندازنم تو هلفتونی. من باز برم سنگام با اونا وا بکنم. ولی نمیتونی تو روشون وایسی. دیگه از این حرفاش گذشته خوشگله. اگه پاتو تو اون بیابونی بذاری هجلت بس است داوود. حق کجا میداری؟ شایدم من هجلم. اون دوتا لنگر رو بزنه تو کامیون. چی شده؟ از عادل خبر آوردم اومده. همینجاست؟ اوه لیلا کجایی؟ کی اومدی؟ الان رسیدم. راحتم کن. داوود زنده است؟ آره ولی رفته سراغ تیمور. اون خودش رو به کشتن میده. وقتو تلف نکن عادل. اون رفته انبار بیرون شهر. خیالت راحت باشه. ای اصغری، همینجا بمون تا من برگردم. عادل خان، وقتی تیمور رو دیدی یه توف بنداز تو صورتش. این کارو میکنی نه؟ نه اصغری، این کارو خودت بکن. فردا رو جنازهش. خونه نشینی فارغ شدی و رو تو پس زدی. این تویی که مثل موش واسه خودت لونه درست کردی و قایم شدی. فکر نمی کردم انقدر بزدل و ترسو باشی. من که باکیم نیست. اما تو چرا؟ زندگی تو چنگ منه. هیچ راهی نداری جز این که مثل بچه آدم همه چی رو واگذار کنی و بذاری بری. تو میدونی مثل چی میمونیم؟ این اون گربه‌ای هستی که دزدکی میاد سر سفره و یه تیکه گوش قاب میزنه و میره یه جای خودش قایم میکنه. زیاد تو بیابون قدم ورداشتی مخت آفتاب خورده. این گربه اگه بخواد میتونه مثل همون تیکه گوش قیمت کنه. اشهدتو بخون. هی تیمور، اون دستت پر یا خالی دیگه بیرون نیاد. چون اگه تیغ تو دستت باشه این بیابونو از خونت رنگین میکنم. عادل، تو پاتو وسط نذار. این حق منه. جایی که این نالوتی هستش حق پیدا نمیشه. ما هم باش خیلی کار دارم. خودش خوب میدونه. تو چطور دل رحم نیومد وقتی اون طفل معصوم بهت التماس میکرد؟ چطور راضی شدی که یه دختر پاک و معصوم رو بی اسمتش کنی؟ تو چی میگی عادل؟ خیلی چیزا رو شده داوود. این ایه سگم پستره. داوود بچوری زد؟ نه زده، من زنده میمونم. برو دنبالش. برو نزد فرار بکنه. نزار ازت خون بره.
صفا نجیب مرد. من دستم بهش نرسید. تکون خوردی؟ چرا گذاشتی ازت خون بره؟ خودت گفته بودی که یه هندل لازم دارم. حالا دیگه روم سفیده. تو همیشه رو سفید بودی داوود. یه چیزی هست که باز بدونی. تیمور گفت که دست به صفا نزده، گفت که صفا نجیب برد. دارم میام. اینجا یه کسی دستش به خون آلوده شده. منظورت چیه؟ میخوام هر روزی که ملاقاتی بود بیای سفره رفاقتتو واسم پاک کنی و با 4 تا کلم دلمو زنده نگه داری. چی کار میخوای بکنی؟ این دفعه رو دیگه میخوام خودم برم با پای خودم. خیالت راحت باشه، من تا تاش باهات هستم رفیق. تا مرد و مردونگی هست غم به دلت راه نده.